قانون شمشیر عدالته، اما مردم امینشون رو خودشون انتخاب میکنن. آدما واسه گرفتن حقشون سراغ قانون میرن، اما وقتی میخوان توی ماجرا حق و ناحق رو بفهمن، چشم به یه دهان، یه امین و یه عادل دارن. به مردم بگیم که آقا سرچ گوگل منوال تنظیم میشه. مردم ما نمیدونن. برای همین وقتی که میاد مثلا میخواد بزنه عکس، میخواد عکس فرض بفرمایید مثلا تهران عکس برج میلاد رو نگاه کنه، میزنه عکس میبینه 10 تا چیز مسئله دار میاد. برای اینکه سرچ گوگل منوال تنظیم میشه. سخنرانی عجیب علی فروغی که سال 83 انجام شد و حالا امروز برای اولین بار به صورت محرمانه در بعضی از کانال‌ها منتشر شد. من که معتقدم به این که ما باید سانسور منطقی داشته باشیم. من معتقدم باید چیز فاسد رو حذف کرد. معتقدم امروز میخوایم بفهمیم که علی فروغی کیه و داره چه افکاری رو دنبال میکنه. علی فروغی که سانسور رو بهترین وسیله و ابزار برای هدایت افکار عمومی جامعه میدونه. علی فروغی متولد 1368 و کارشناس حقوق از دانشکده امام صادقه. با عنوان مجری در رادیو شروع کرد و حالا رئیس شبکه 3 شد. شاید به خودتون بگید که یک جوونی که 29 سال بیشتر نداره چطوری میتونه رئیس یک شبکه باشه؟ از طرفی یه عده فشار میارن که باید در جامعه ایران جوانگرایی صورت بگیره. اما نکته جالب اینجاست. علی فروغی پسر باجناق حداد عادل، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی و در دانشکده امام صادق مرحوم آیت الله مهدوی کنی درس خونده. البته این فامیل و فامیل بازی ها تا بوده در سیستم دولتی و غیر دولتی ایران بوده. خواهیم بفرستین داخل. ببخشید شما از طرف آقای محسنی اومده بودین دیگه؟ آقای محسن؟ نخیر. آقای کلانی؟ نه. آقای حجازی؟ نه. یوسفی؟ نخیر. بسیار خوب بفرمایید. من آگهی استخدام. بله بفرمایید. تماس میگیرم با شما. خواهش میکنم. سلام علیکم. و از طرف آقای کلانی تشریف بردیم. بله حال شما چطوره؟ خوب هستین؟ خدمت ایشون هم خودم زنگ میزنم. شما استخدام هستید. فردا ساعت 8:30 تشریف بیارید. 8:30؟ بله. ساعت 8:30 میتونم پاشم من؟ کی میتونی پاشی؟ من 10-11. هر وقت دوست داری بیا، هر وقت پا شدی بیا، راحت باش. این خونه خودت، هر وقت دوست داشتی بیا. من اینجا میگم بچه جای شما کارت بزنن. باشه؟ باش. الان که ماشین هست ببره شما رو منزل؟ بله. بفرمایید. من از خدا میدونم خوندم. بفرمایید. اما وقتی که علی فروغی روبرو عادل فردوسی پور و برنامه 90 که پرطرفدارترین و پربیننده ترین برنامه صدا و سیمای ایران در طول چند سال گذشته ایستاد، طوفانی از حاشیه‌ها به سمتش اومد تا جایی که پیج ویکی‌پدیای او بیش از 3 بار حذف شد. از طرفی انتصاب او به عنوان مدیر شبکه 3 تعجب همگان رو هم برانگیخت. اما به گفته نزدیکان علی فروغی او به هر دری میزنه تا میز مدیریتش رو حفظ کنه. من برای حیات این شبکه که روح آریایی توشه به مامانم رو زدم، اونم با روی باز قبول کرد. مامانم $20,000. مامانم فقط $20,000. کثافت. شما جلوی یه آدمی اصلا بزرگ و کوچیک نداره، شما ببرم توی فضای بی‌ادبا راه کنم، بنده راه کنم، بالاخره آرام آدم تأثیر داره از محیط پیرامونش. اما رزومه شخصی و کاری مبهمی از علی فروغی در دسترس رو همونطوری که گفته شد او پسر باجناق و حداد عادل او یکی از طرفداران سرسخت محمد باقر قالیباف. اما او فعالیتش رو از زمانی که دانشجو بود به عنوان مجری و سپس سردبیری در رادیو آغاز کرد و در شبکه‌های رادیویی گفتگو، جوان و ایران به مدت 7 سال فعالیت کرد. فعالیت سیاسی فروغی از فرماندهی پایگاه بسیج و قائم مقامی بنیاد اندیشه‌های امام در نهاد رهبری دانشگاه شروع شد و سپس در شورای معارف صدا و شورای عالی کتاب بسیج هم وارد شد. علی فروغی در بالاترین سطح فعالیتش هم تونست به رئیس مرکز بسیج صدا و سیما برسه و سپس در میون تمام حاشیه‌ها مدیر مرکز تخصص معاونت‌های فرهنگی و اجتماعی سازمان بسیج مستضعفین بشه و پس از اون هم مدیریت شبکه 3 سیمای جمهوری اسلامی ایران رو به او دادند. اما به راستی او چگونه با این سن کم تونسته مدیر شبکه 3 بشه؟
آقای فروغی خیلی از همون پرسیدن که شما با سن کم بدون سوابق مدیریتی چجوری شدیم مدیر شبکه 3 تلویزیون ایران؟ با همین شروع بکنیم. خیلی خوب، بسم الله الرحمن. حالا من البته واقعا تو تلویزیون که سالاس از اواخر دهه 80 بودم، هم رادیو هم تلویزیون، ولی خیلی به این نمیخوام بپردازم. فکر میکنم بهترین ملاک سنجش عمل کرده. حالا من بگم مثلا من تایکاندویی کردم چیکار کردم، اینا خیلی شاید به نظرم قشنگتر و مؤثرتر اینه که ببینیم برای شبکه 3 تو 6 افغان چه اتفاقاتی افتاده. اون وقت مردم خیلی دقیق میتونن قضاوت بکنن و ببینن که بعدم مردم میدونید الان واقعا حالشون به این که کشور نیاز به هوای تازه و نشاط جوانها و فعالیت و کار داره خیلی خوبه. یعنی شما خیلی اینو از مردم میشنوید، از این جهت که امیدوارم شما تو برنامه خودتونم چند برنامه به این موضوع اختصاص دادید. حالا فکر میکنم یکی از جاهایی که میشه بررسی کرد ببینیم چه اتفاقی افتاده توش وقتی که یه مدیر جوان اومده، اصلا همین شبکه 3 خوبه ببینیم چه معایبی داشته، محاسنی داشت اگر داشته، و در این مورد گفتگو کنیم. فکر میکنم بریم درباره عملکرد، اون وقت مردم میتونن دقیق ببینن که چی بوده و چه اتفاقاتی افتاده و چیکار داریم میکنه. اما شروع تنش‌های او با عادل فردوسی پور در ویژه برنامه جام جهانی 2018 به تهیه کنندگی و مجریگری عادل فردوسی پور شروع شد، جایی که کارلوس پویول بازیکن مشهور اسپانیایی رو به عنوان کارشناس بازی ایران اسپانیا قرار بود در برنامه دعوت کند. حتی کارلوس پویول به ایران اومد و به هتل رسید، اما ساعتی قبل از شروع برنامه مجوز حضور پویول در برنامه 2018 صادر نشد و این شروعی برای قهر و ناراحتی عادل شد. به نام خدا سلام و شب بخیر عرض میکنم حضور همه شما بینندگان عزیز و ارجمند دوستان برنامه 2018. خب حتی همتون در جریان قرار گرفته بودید که قرار بود کارلوس پویول کاپیتان سابق تیم ملی اسپانیا، بازیکن سرشناسی که نزدیک 100 تا بازی ملی فکر کنم برای تیم ملی اسپانیا انجام داد، امشب مهمون ما باشه. به تهران اومد، تو هتل هم هست و علاوه تلاش زیادی که انجام شد تا همین دقایق قبل من تلاش می‌کردم نشد. حالا فعلا نشده که کارلوس پویول به جمع ما اضافه بشه. من متاسفم و عذرخواهی می‌کنم بابت این اتفاق، ولی تیم ملی فوتبال کشور امشب بازی داره. این خیلی اتفاق مهمیه. ما بازی بسیار حساس داریم با تیم ملی اسپانیا. بیاید لذت ببریم از بازی مقابل اسپانیا و امیدواریم که بازی خوبی رو تیم ملی فوتبال کشور ما انجام بده در دیدار حساسی که در کازان خواهد داشت. به حال بازی تیم ملی مهمه و شما مردم عزیزی که به حال همیشه حضور گرم و صمیمانه و با تمام وجودتون رو من حس کردم و 8 میلیون SMS الان این میشه عامل انگیزنده. 8 میلیون میدونی یعنی چی؟ و همین رو آدم انگیزه میده که تلاش کنه، کار کنه. من تمام وجودمو میذارم که برنامه خوبی رو انشاءالله بتونیم که تقدیم حضورتون بکنیم. اما این لجاجت هایی که با عادل فردوسی پور انجام میشد بی‌دلیل نبود. چند سال پیش وقتی برمیگردیم به آرشیو سخنرانی های علی فروغی به نکات جالبی میرسیم. او به سانسور اعتقاد ویژه‌ای داره. ببین من که معتقدم به این که ما باید سانسور منطقی داشته باشیم. من معتقدم باید چیز فاسد رو حذف کرد. معتقدم به اگر این سخنرانی ها رو برای یک آدمی که در یک جهان اول و در اروپا یا امریکا یا کانادا یا استرالیا داره زندگی میکنه پخش بکنید، شاید تعجب بکنه که چرا همچین شخصی شده مدیر یک رسانه ملی که اعتقاد ویژه‌ای به سانسور داره. باور کنید اگر این سخن‌ها زیرنویس یا دوبله بشه و بخواید برای یکی از دوستان خودتون خارج از کشور پخش بکنید، فقط باید شرمنده باشید. چرا که رسانه‌ای که مدیرش این شخص باشه به جای اینکه افزایش سواد رسانه‌ای مردم رو بده، به جای اینکه سطح فرهنگ مردم رو بالا ببره، به جای اینکه سطح سواد آیتی رسانه‌ای و همون چیزهایی که خودش داره در این صحبت‌ها میگه رو بالا ببره، داره با سانسور جلوی افزایش آگاهی مردم رو میگیره. ایجاد برنامه شاخص یا همون برنامه برند خیلی کار سختیه تو رسانه، مثلا تو این آرایش رسانه‌ای. وقتی موج فشارها تو این چند ماه گذشته زیاد شد، مجبور شدن آنتن شبکه زنده رو به علی فروغی بدن تا بیاد از خودش دفاع بکنه، جایی که او با عادل فردوسی پور در افتاده بود. او حرفای جالبی میزد. میگفت ایجاد برنامه‌های شاخص و برند کار سخته.
او پس از این صحبت‌ها مسابقه برنده باش رو ساخت و محمد رضا گلزار رو به عنوان ویترین قرار داد که بتونه خیلی راحت جیب مردم رو خالی بکنه. اسپانسر برنده باش خود صدا و سیماه. تو این مسابقه به صورت میانگین به هر شرکت کننده 10 میلیون تومان جایزه داده میشه. اما چرا صدا و سیما انقدر دست و دلباز شده؟ اجازه بدید دو تا 4 تا کنیم. شرکت کننده ها تو این مسابقه 8 نفر اول مسابقه اپلیکیشن هستن. شروع مسابقه اپلیکیشن مجانیه، اما برای ادامه باید سوال بخرید. با شروع مسابقه به صورت میانگین 40,000 نفر از شما جلوتر هستن. 8 نفر اول بین 3 تا 4 میلیون تومان سوال میخرن. اگه فقط نصف شرکت کننده ها و به صورت میانگین 500,000 تومان سوال خریده باشن، حداقل 10 میلیارد تومان درآمد هفتگی این مسابقه فقط از طریق فروش سواله. درآمد تبلیغات رسانه‌ای و بلیط‌های قرعه کشی بمونه. از این مبلغ 80 میلیون تومان به 8 نفر از 40,000 نفری که شرکت کردن میرسه. 9 میلیارد و 920 میلیون تومان دیگه از پول مردم کجاست؟ از طرفی فقط اکتفا نکردن به این مسابقه‌های تلویزیونی و ستاره مربع پشمکایی هم که در برنامه‌هاشون ایجاد می‌کردن که فلان شماره رو برای شماره فلان SMS بکن که بتونن روزانه و ماهیانه از حساب مردم پول برداشت بکنن، هم دومین روش برای خالی کردن جیب مردم در صدا و سیمایی بود که قصد داشتن تولید محتوا بکنن که مردم رو در تلویزیون نگه دارن. بسیار عالی. بازی پیش بینی کنید تا یادتون نره 50-952 بچه‌ها میندازن اینجا برای ما پیش بینی بازی ایران و یمن. 2 تا 30 میلیون تومان جایزه میدیم تا 100 میلیون کامل بشه. کافیه یک بفرستید برای برد ایران، 2 تساوی 3 برد یمن که خب هیچی. تساوی به نظر هیچی، همه باید یک کوچه اجباری مردم از صدا و سیما به ماهواره تنها میتونه یک دلیل داشته باشه: کج سلیقگی‌های مدیریتی و دخالت کردن عقاید و تفکرهای مذهبی در برنامه‌سازی. قانون شمشیر عدالته، اما مردم امینشون رو خودشون انتخاب میکنن. آدما واسه گرفتن حقشون سراغ قانون میرن، اما وقتی میخوان توی ماجرا حق و ناحق رو بفهمن، چشم به یه دهان، یه امین و یه عادل دارن. عادلی که نه زور نظرش رو عوض کنه، نه زیر بار حرف خم بشه. میگن تو کشورهای پیشرفته آدما رو با تخصصشون میشناسن، اما تو کشورهای جهان سوم انقدر روزا خراب هست که سلامت بزرگترین ارزشه و کسی که سالم بمونه قهرمان مردم میشه. پس عجیب نیست کسی که سلامت و تخصص رو همزمان داشته باشه به جایگاهی برسه که هیچ کس تا به حال اونجا نبوده. فوتبالیست حرفه‌ای نباشه و از فوتبال حرف بزنه، اما بیشتر از همه ستاره‌هاش تو دل مردم جا باز کنه. 2 دهه است تو ایران اسم یکی از روزای هفته عوض شد. بعد از یک شنبه 90 و فرداش 3 شنبه میشه. هر چیزی هم که تغییر کنه یه صندلی سر جاش. صندلی عادل تو خونه مردم که کنارش دقیق ترین ترازوی عدالت گذاشته شده.